سال کامل می شود که حافظ خوشخوان، برنده شبنشین‌ها، برنده شواها، سخندان و سخنران، هزیلگوی و هزیلچی در شان، سرودخوان خوش آوازی زهرکداش از عالمی روشن در عالمی امت و حسد رفتند. چنوی که دانایان و عاقلان گفتند مرگ چون حادثه خانمانسوز حساب می یابد. آدم به صد درد و الم طاقت کرده می تواند، ولی حادثه ای که مرگ به میان می آورد از همه این درد و الم ها زورتر است. همه چیز دنیا نابود شده دوباره پیدا می شود، ولی آدم که از جهان رفت دیگر بر نمی گردد. شاعر چنین نوشته است: فریاد ز دستی فلکی بی بنیاد، هرگز گریهی بسته ای کارم نکشاد. گفتم که روم داغی دل تازه کنم، صد داغ دیگر بر سر این داغ نیاد. مردمی غم زده از تقدیر نالیده فلک را سببگاری همه فلاکت و ناکامی ها دانستند. کمینه بر روبایی خود چنین نوشتم: چون مادری ما با هیجان میزاید، مرگ شام و سحر از پی ما می پاید. از زایده شدن همه ما بر دامش، ناگفته به ما مرگ سری ما می آید. لیکن دوستانم، آمدن و رفتن انسان به دست خداوند می باشد. ساعت که پر شد آدم تکون خود را کرده در عالم امید و حسد گشته می رود. اما به این عالم آدمی ذات یکدیگر را دوست دارد. چنوی که به تورا گفتند و 7 تل را به جای بیارند. اصلا خون روی یکدیگر را بی سبب و با سبب نریزند. عزت خرد و کلان را به جای بیارند. خدا رحمتی الیاس ملایف بهر شخصانی معتبر و عمری بسیار دراز ندیده بر روبایی خود چنین نوشتند: هست کسی از عمری کوتاه معتبر نام مانده است، هست کسی 100 ساله کی خام و بی نام مانده است. از حیات انسان کی سوخت درس انسانی گرفت، وای به جانی آن کسی کی سوخته با خام مانده است. خدا رحمتی یودا یوسوپوف در سن 71 وفات کرده باشند هم، لیکن خدمتی 120 ساله را کرده. از پس خود زنی نیک و فرمان بردار، 8 فرزندی خدا ترس و خداشناس، بسیار نبیره و ابیره های تلمید خاخام را مانده. با نام نیک به علام حوا به گنه دین ادونای جایگیر شده اند. از یودا جان التماس می کنم از جای استقامتی استاده سپر و پناه به بالای زن و فرزندها، نبیره و ابیره ها باشند و دائما بنی اسرائیل را دعای نیک کنند.